سلام و خوش اومدیم به اولین ویدیو این چنل. قراره تو این چنل ذره به ذره به شما گیتار رو یاد بدیم، ولی اول از همه نکاتی که در مورد گیتار مهمه. اول از همه گیتار باید اینجوری بزنید رو پاتون، ولی این جلسه حالا ما به اینا کار نداریم، فقط صحیح گذاشتن گیتار یاد میدیم و میخوام باره‌گیری رو به شما یاد بدیم. اول از همه ببینید باره‌گیری در واقع مثلا اینجا یه باره بر ما گرفته خودش، خب بعد ما این باره رو مثلا اینجا یه باره گرفته در واقع خودش، بعد ما این باره رو میاریم اینجا یعنی شیفت میکنیم در واقع به این ور، یه ذره نیم پرده زیرتر میشه. اگه این اینجاست بیاریم اینجا نیم پرده زیرتر میشه، نیم پرده. حالا ببین این تا این چقدر فاصله داره؟ یک پرده، پس یک پرده جلوتر میره. حالا بریم سراغ باره‌گیری آموزشش. اول از همه شما باید اینو اینجوری بذارین دستتون دقیقا به همین شکل، بعد بیارین این ور روی دقیقا میله فلزی. بعد نمیگم فشار بدین، به هیچ وجه نباید فشار بدین و به دستتون فشار بدین. بعد این اگه اینجوریه بعد یه ذره دستتون از اینجوری حالت یه ذره خم کنین و ببین اگه اینجوریه اینجوری این سیم میوت میشه. خب بعد این یه ذره زاویه بدین و بخش استخوانی دستتون بگیرین که در واقع بشه درست اینجا یعنی مثلا شما باید با این ناحیه دستتون در واقع نه این ناحیه بینش این ناحیه دقیقا بخشی که سفت دستتونه و با این بخش به سادگی میتونین باره‌گیری کنین. مثلا بعضیا میگن این مثلا این دست چپتون رو بیارین بعد اینجا فشار بدین رو. چه تأثیری این داره آقا؟ ما میگیم نباید فشار بدین، بعد شما میگین فشار بدین که عادتتون بشه به زور. شما نباید به زور به هیچ وجه عادتتون بشه. با این تکنیکی که من گفتم به سادگی میتونین انجام بدین. یعنی اینجوری باره‌گیری کنم. من اینجوری نمیگیرم، ببینید اینجوری مثلا اگه بخوام سیمیا بگیرم اینجوری نمیگیرم، اینجوری هم نمیگیرم. یعنی اینو یه ذره اینجوری میکنم بعد اینجوری شروع کنم، یعنی دقیقا این شکل. و مفتخرم که این جلسه نکاتی درباره گیتار به شما گفتم.